ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان عزیز. حالا از برنامه تازه انگارها گفتاری پنجم را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک ها شنوید. اکی عبدالخالق شوفر تاکسی است. در دهه استقامت و در ناحیه کار می کند. او فرماندهی را به حد دوست می دارد. اصلا ناسازی ما از همین سر زد. آخر رفت وی مرا در مرکز ناحیه یا کوچه های دهه ببیند، در حال ایستاده سر از تیریزه ماشین برآورده دوغ می زند. سگی دیدو برین در اینجا چی می کوی؟ تیسر خانه رفته آغل ها را روب، با گاو و مال کاه و آب ده. نزد جوره هایم از قهر و علم سرخ و سفید و مثل هیکل شخ می شدم، ولی دم نمی زدم. با عقیده پدرم با وی گپ زدن بی فایده. عبدالخالق از حکمرانیش حلاوت برده، از راغ دندانهایش توف می کرد و ماشین زرچتابش دیوانوار غواص زده و تکان خورده در یک نفس ناپدید می شد. اما دود علم من مثل چنگ پسی ماشین او به هوا می خیست. آخر خودش در خانه با آب خنک دست نمی رساند، آلفته می گشت. پدرم کر و فر او را هیچگاه خوش نمی داشت. بچه بادی شده ای، فکت بسیار بلند نگیر. باره در سر دسترخوان به او گفت پدرم: در کوچه های پر آدم ماشین تیز ندوان، مردم خاک و چنگ ندی. به موی سفید ها سلام دهی یگان جایت کم می شود. امروز یک کس حرمت بکنی، پگاه از کسی دیگر حرمت می بینی. عجب آدمی ساده دادا، به با جواب می داد عبدالخالق. من نقشه کار دارم، از من سلام نی، اجرای نقشه را طلب می کنند. پول ما از با آدابی و سلام دهی نی، از گشتن چرخ ماشین میغون داریم. کسی از چنگ و خاک ترسد از خانهش نبراید. در دنیا غیر از نقشه کار قرض آدمگری هم هست، می گفت پدرم و می افسود. به تو دیوار گپ گفتن بیهوده، لیکن از حد نگذران. یگان روز سرت به سنگ زند، بعد پشیمان می شوی. او خودت کو یک آدمی سبوکی بودی، باز کی به تو ماشین سبوک داد؟ قدردانها، آشناها غالبانه قهقه زده می گفت عبدالخالق. ما رو هم دو سه کس می شناسد، پسند می کند. اما آلوفتگی و فرمان فرمایی عبدالخالق به مادرم خوش می آمد. مرد باید سیاست داشته باشد، می گفت او. کار و بار خانه حق زن است. در سر اکی عبدالخالق سنگ شکند هم از روی عادت هر بیگاه پدر و مادرم را چخیلکی می گویند زیارت کرده، سپس خانه خودش می رفت. بعضا خوراک شام را همراه ما می خورد. بار پیش از غروب آفتاب خانه آمد. من به او اعتبار ندادم. قهری بودیم.
در گوشه کت نشسته کتاب می خوندم. او پایهایش را روی زمین کوفته گرد لباسهایش را افشاند و به این واسطه از آمدنش ما را آگاهاند. مادرم از خانه به استقبال او شتافت. جانم صدقه بچه‌ی، از کار آمدی؟ مانده شدی؟ و عبدالخالق را کودکوار نوازش کرده غشی مرا آورد. شین بچه، سرشیر بیارم یا جرخات؟ پرسید او و سوی خانه دوید. گاو آمد گوساله از جایش می خیزد. از ناپسندی من اکی عبدالخالق به غضب آمده کتاب را از دستم کشیده گرفت و به گوشه حولی هوا داد. دمی کرخ شدم. ناگاه او مرا از بالای کت آزاد برداشت و به تک پرتافت. دستانش در نظرم مثل آهن سخت و درشت نمودند. مولا بچه های مدرسه بخارای شریف برین از بالای کتاب سر نمی بردارده؟ عالمی دنیاگیر شوی هم از خواندنت گذشتم. رو ماشین بشوی. اگر در یگان جایش غباری ماند روزت سیاه می شود. اول نگاهم به پدرم افتاد. او ابروانش را گره انداخته دم به درون زده ریشش را می پلماسید. سپس به سر عبدالخالق و ماشینش یک حقارت دست برنجی حواله کردم و گریختم. وی از پسم سرک کردنی شد، لیکن پدرم پیش راهش را گرفت. اون کودک به تو چی جین رسید؟ مرد زن و فرزندار هر روز با بچه خرخشه می برداری. آواز شکوه آمیزی پدرم از پس به گوشم رسید. همین خل طرفش بگیری پگا گپی خودت هم به یک تین نمی خرد. داد زد اکی عبدالخالق. 2-3 سال بعد مردت برآورده به کوچه می پرتوید. تو غم مرا نخور. آواز پدرم این مراتبه نرم برآمد. لیکن آدم بر این معامله کردن یاد بگیر. فربهی را گوسفند می بردارد می گویند. پول مست شده ای تو. 4 سومی حرام یافته بالا نپر. با دوغ پوپیسه یگان کار بود نمی شود. آدم ها با گپی خوش مار را از خانهش می برورند. به جای سیاست دادرم بچم بگویی نوازشش بکنی با 2 دست ادب خدمتت می کند. بچه هم باشد به قدر خودش غرور دارد. چه به تو برای کدام یک رئیس متهم و حرام خورد کپکش در پیش چشمش کشتی؟ 100 کپکش می آورم. غرونگاه زد عبدالخالق. گوسفند نیکو یک کپ بوده است. مرد باشی بی پاره و خوشامد حلال زندگی بکن. ملامت آمیز پیچی را زد پدرم. با نان خشک روز می گذرانم و پیش شیخ شاهانت سرخم نمی کنم. مادرم برای بدفعلی و گردن شخی هایم مرا بی‌دریغ ملامت کرد. لیکن از این نرنجیدم، چونکه بار خودش به زن همسایه گفته بود. مادر 1000 بار فرزندش تگی خاک برد، به قدش کفن پاره کند هم با کینه، همش از روی دل است. باز در ته دل برای دعای بد کردن خودش درون می خورد. واقعا مادر من یک خصلت عجیب دارد. اگر روزانه من یا خواهرانم را در سر گناه جزایی می داد، شب همین که به جاگه خواب در آمده چشم می پوشیدیم، البته دست نوازش به سرمان می نهاد و از خدا التجا می کرد که به پای ما خاری نخلد. عقل و انصاف می داشتی این کار هرگز نمی کردی. با ملایمت آواز برآورد پدرم. هر سحر چشمم به قفس خالی افتد، دلم خون می شود. همان کپک برابر بچه های تو دوست می داشتم، ولی توی جاهل.
بعد این کردار بدت از بچه باز حرمت طلب میکنی؟ آدم ها بچه بیگانه را زیر پر میگیرند، تربیه میکنند که فردا دستگیرشان شود. توی نادان جگر خودت از خودت جدا میکنی. اون پدر رحمت گندمستی رئیسش مهمان بود. خیر دلش گوشت کب خواسته است. میان روی کرد مادرم. مهمانهای حاضر کودک برین این جناز میکنن. حکمش نبرداری میرنجد. به بدنش زهری زقوم شود گوشت کب. از نو آتش گرفت پدرم. همون کب که پیشک یا سگ میخورد دلم این قدر نمیسوخت. به خاطر یک دیوسی پارخور برای یک بدزاد سیاهمز جاندار بیزبان کشی کودک رنجانیه؟ این گیله‌گذاری پدرم علم مرا از نو تازه کرد. آن لحظه ناخوش باز یادم آمد. نصف روزی از مکتب برگشتم. دست روی شسته در تردد خوراخوری افتادم که به حولی اکه عبدخالق در آمد. مادرم از روی عادت با چهره خندان و سخنهای شیرین او را پیشواز گرفت. اما اکه عبدخالق نه تنها به من حتی به مادرم هم چندان اعتبار نداد. سرخوشانه سوی قفس رفت و آن را از شاخ توت گرفته دریچه‌اش را گشادنی شد. دلم از پیش آمدی بدی گواهی داد و جان سرک سویش دویدم. دست نرسان داد زدم و خواستم قفس را از پنجه او کشیده گیرم، ولی او مرا چنان سخت تیله داد که یک پهلو روی زمین چلپک شدم و در بند پای چپم درد جانکاهی را حس کردم. خروس چوجه دینه از تخ برآمدی و الکای کک باز شدی. اورن گاز زد و دریچه قفس را کنده دور پرتافت. از تو کی گپ میپرسد؟ رو خوراکت خور. از جایم نیمخیز شدم. سرم چرخ زد. پیش چشمانم شراره های رنگارنگ پدید آمدند و از بین شراره ها ارنگی دیدم که دست سیاه‌تاب اکه عبدخالق اندرون قفس از پس کپ مثل مور پیچتاب می خورد. جانورک با تلواسه خود را به تنه قفس می زد. پرهایش را می ریزان. صدای جان خراش می برآورد. در چشمانی حلقه حلقه زیبای کپ چقدر تشویش و حسرت جا داشت. اکه عبدخالق لبش به تبسم بیزیب مائل از گردن مرغک داشت و پیشکوار آن را کشیده برآورد. چهره وی از همان لحظه به نظرم بیگانه و منفور نمود. سرده کپکه سرده. با تمام آواز فریاد زدم و از گریبان اکه عبدخالق داشته سخت سوی خود کشیدم. او دستی کپکدارش را به هوا برداشته با دست دیگر به سر روی من چند شپاتی فراورد. دیوانه شدید؟ عیب نمیدونید؟ مادرم مرا با آغوشش کشیده از پنجه عبدخالق رهاند. کپک چی کار میکنی؟ اول این کوچوکت بگیر. هشت زنان داد زد او و افسود. میکشم. در خانه مهمان. کوشو روزت بین. در بری کپک خودت میکشم. با آوازی گرفته بانگ زدم من که دو بری رویم از ضربه شپاتی میسوخت. عبدخالق در جایش ایستاد و از غضب لرزید. اوه باز دوخ هم میزنی؟ حاضر اگر در پیش چشمت سرش را نکنم مرد نباشم، گفت او و سوی علوخانه شتافت. بجای این کپ دو سه مرغ بکش بچم. مادرم تولا کنان از پسش دوید. از گوشت این کپ که قفسی خراب کی سیر می شود؟ مون بی خرخشه روز بینیم. قول مرد یک ده.
اول آواز، سپس خود عبدالخالق کارد در دست از علوخانه برآمد. انا، نگاه کن. مسخره آمیز ندا کرد او و رو به قبله گردانیده کپک را به زمین خواباند و پایهای نازک مرغک را با طفلی‌هایش بیرحمانه پخش کرده کارد را به گلویش ماند. دنیا به نظرم تنگ و تاریک، چپه و راسته شد. دویده بیل را که به تکیه دیوار می ایستاد برداشتم. فیغان مادرم به هوا پیچید. بعد چشم گشاده دیدم که عبدالخالق با دست راست کتف چپش را داشته سوی دروازه می دود. جانوره که بیجان در انگشتان دست چپ او سرازیر آویزان بود و به هر قدمانی بالهای اکنون به دو طرف فارغ بالانه کشادهش الوانج خورده از گردن بیسرش قطره قطره خون می چکید. مادرم بیل را از دستم کشیده گرفت و شپاتی برویم زد و گفت: او بدبخت، قریب زده می کشتی حکته. در دو عالم شرمنده روی سیاه می شدیم. او از هیجان درق درق می لرزید. فرزندی پدرت می شودی؟ از افت این خیل برادر بیزارم. نهایت گریه آمیز گفتم و از پسی پرده اشک نگاهم به پیش پایم برخورد. آنجا سری بیتن و به خاک و خون جولیده مرغک زار و نیزار می ایستاد. من سری کپک را از زمین برداشتم. دلم را یک حس ناامیدی، خشم و حسرت فرا گرفت. بیشتر از ناتوانی خود و کپک علمم می جوشید. کاش که این مرغکم برای حفظ جان خود قدرتی می داشت. کاش که پیش از مرگ با نورش زده چشم عبدالخالق را کور می کرد. اما نامهربانی را بین که طبیعت به این جانورک حسن و آواز دلربا بخشیده است و جرأت و قدرت نی. از دست من چی آمد؟ با بیل عبدالخالق را زدم. نی، این کم است. تا زنده ام قصاص کپک را از وی می ستانم. آخر او کپک را نی، مرا کشت. زور و تواناییش را به من نشان داد. آن روز تنها یک قرضم را ادا کردم. سری کپک را به لطه نوی پیچانیده در کنج باغ گورانیدم. بگذار زیر پا نماند، تومه گربه یا سگ نشود، گفتم به خود و پر و بال ریختش را برای خاطره بین کتاب هایم گذاشتم. ولی روز دیگر بیگاه به چیزی از جان هم عزیزتری اکه عبدالخالق، ماشینش غدر کردم. هرچند ماشین گناهی نداشت، آخر کپکم به او چی بدی کرده بود؟ از پس دیوار با سنگ زده شیشه پیشش را شکستم. ستاره اینها با هم راست نآمد. افسوس آمیز گفت مادرم. دشمنی جان یکدیگر. از دست من یک کار می آید. با تأمل گفت عمکم. پگاه از گوشش داشته نعیم را همراه هم می برم. مادرم که تا این دم گوش و هوش شده از دهن عمکم چشم نمی کن بیزابیده شد. او قدش همین خیل دراز و حال مکتب تمام نکرده است. هیچ گپ نی، همون جا می خوند. لقمه پرتاف عمکم. مکتب اینجا معلم هایش هم نست. پدرم اکنون یخی دهانش را شکسته به صحبت شریک شد. خودت در همین جا خوانده بودی کو؟ آنجا خوبتر، تبسم کنان گفت عمکم و افسود. از ینگش زبان خارجی می آمیزد. و سخنش را باز به هزل کشید. جانش از ضرب خیمچه رها می یابد. جای اکی عبدالخالق شد می شود، گفتم در تیر.
خیمچه هم مثل درس آموزگار به بچه با فراست عبرت می شود. با ملاحظه گفت پدرم و اضافه کرد: دادر، تو آدمی عیالمند، تشویش کار و روزگارت بی حساب، باز او را سرباری کجا می بری؟ خیر، به من سپاریدش. آواز امکم اندکی لرزید و چشمانش در روشنی چراغ درخشیدند. من هنوز به یگان نیکی شما جواب ندادم. این گپ نگوی. مادرم سراسیمه شد. او بچه شیرین بین ما یگان چیز حساب کتاب ندارد. خودش رفتن خواهد، ما راضی. همراه امکت می روی؟ یک بار پرسید مادرم. اول چی جواب دادنم را ندانستم، دو دیله شدم. سپس با درد و الم گفتم: می روم. سحر خیشان و همسایه ها جوره های امکم برای گسیل آمدند. اکی عبدالخالق از همه پیش جامدان و خلطه ها را برده به باردان ماشینش نهاد. همین که پدرم به ما فاتحه راه داد و هوا بلندانه دری قفای ماشین را گشاده به ساعتش نگریست. من خیال کردم که حاضر او باز هر دقیقه پول است میگوید. نه، این گپ را به زبان نآورد. لیکن یک به من و یک به شیشه پیوندی ماشینش نگریست و اغرون گاز زد. تو چی خواده بر این راست داده ای؟ رو برای گاوه ها علف بیار. من با نفرت روی تافتم. پدرم با صرفه معنی دارانه گلو رفشن کرد. نعیم همراه من می رود، گفت امکم و بارشخن افسود. جانت خلاص شد. مان اکیه، این دردی هرینه را کجا می بری؟ ناپسندانه لقمه پرتاف عبدالخالق. از این گوساله هیچ کس آبرو نمی گیرد. مولا نعیم، اول تو بشین، گفت امکم و دست به کتفم نهاده با ملایمت افسود. نترس، از تو پول نمی گیرد. توف کردم در ماشینش. خود را به قفا کشیدم. حاضران مستر ماندند. اکی عبدالخالق گویا به مقصدش رسیده باشد بلند خندید. مادرم هزل کرد. خفه نشو گفت. ولی پدرم کاهش آمیز پیچی را زد. غنده بر این باز زهرت چکاندی ها؟ خیر، به ماشین عبدالله سوار شوید. بشین اکیه، به امید این فیسین از راه میمانی. با ستیزه گفت اکی عبدالخالق. سوار نشود صدقه سر، بجایش یک کسی دیگر را شنانده 200 میگیرم. او نمایشکارانه پسی رول نشسته موتور را به کار درآورد. من آشنا در همراهی یگان بار غدر نکردم. هزل‌آمیز ولی تهدار گفت امکم. بختت تافت عبدالخالق، باز 200 دیگر میابی. امکم رفته دری ماشینی عبدالله جورش را کشاد. بعضی ها پسی سر خاریده نیشخند زدن. ان همین لحظه گویا کوه از سری کتفم افتاده باشد. در وجودم یک سبوکی راحت آور را حس کردم و آسوده نفس کشیدم. به گوشه چشم دیدم که رنگ روی اکی عبدالخالق یک باره پرید و ناعلاج از ماشین فرامد و گویا خونو خورده باشد. دستهایش را با هم مالیده نزدی امکم آمد و قامتش را خم کرده به کابین سرخلان و به التجا در آمد. امکم مرد یک لخ بودنش را همانجا اثبات کرد. از ماشین عبدالله نفرآمد.
سپس اکای عبدالخالق ناچار خودش جامدان و خلطه های ما را آورده به بردان ماشین عبدالله. از تماشای این منظره دلم خیلی تسکین یافت. اکای عبدالخالق از غضب و علم خیر و خوش را به عمکم نصیحه مانده به ماشینش نشست و آنچنان گز آن را زیر کرد که نالش ماشین به آسمان پیچید و از توته‌اش دودی غلیظ فغانه زده همه جا را پخش کرد. دماغ عبدالخالق سوخت. لقمه پرتاف عبدالله و ماشین را به راه درآورد. وقتهای آخر نظر بلند بادی شده است. دود از دماغش برآمد. شکرخنده به لب گفت عمکم و معنی دارانه افسود. حال آدمی بادی همین. از این گپ هم دلم آب خورد. شما از برنامه تازه انگارها گفتار پنجم را از اثر نویسنده عبدالحمید صمد پرانچک‌ها شنیدید. برنامه را اینها آماده نمودند: راوی قطبیه اکرامی، صدابردار امام علی زیایف، کارگردان برنای نظام. تنصیحت و خانه آباد باشید.